بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابو اسحاق البیری رحمت الله علیه در منظومه خود گفتند که فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. رأس علم یعنی اساس علم. رأس در لغت عرب به معنای سر، یعنی سر علم به معنای اساس علم. این تقوای الله است در حقیقت. وليس بأن يقال لقد رأست، نه اینکه گفته شود که تو رئیس شدی، تو راهبر مسلمان ها شدی، تو مفتی مسلمان ها شدی، امام مسلمان ها شدی گفته شود. نه، بلکه رأس علم، اساس علم این است که بنده بعد اینکه علم آموخت شخصی با تقوا شود. بنابراین ابن مسعود رضی الله عنه گفتند که ليس العلم بكثرة الرواية انما العلم خشية الله. علم از بسیار روایت کردن نیست که 1000 روایت میداند یا 100,000 روایت میداند یا 1,000,000 روایت میداند. به کثرت روایت نه، به بسیاری روایت نه، بلکه علم ترس الله تعالی هست. گفتم کسی اگر بعد اینکه علم آموخت ترسش زیاد شود، این علم آموخته است. چون الله تعالی هم گفت که انما یخشى الله من عباده العلماء، البته در بین بندگان آنهایی که حقیقی میترسند اینها علما هستند. وقتی که بنده نترسید، این دلالت میکند که در علم او خلل هست. بنابراین صاحب های معلومات هم گفته میشه چون این شخصیت ها را صاحب های معلومات، صاحبان معلومات. بعض شرق شناسا هستند از کافرها مثلا دانشگاه های عالی عاید شرق شناسی تعلیم میگیرند، درباره اسلام میآموزند 4 سال یا 5 سال. بعد این رساله ماجستر می نویسند، مثلا 4 سال عاید یک فنی از فنهای اسلام یا یک موضوع از موضوعهای اسلام. بعد دکتر میشن، بعد استاد دکتر میشن. همین گونه 60 سال 70 سال عمر خود را در آموختن علمهای شریعت صرف کرده است، لیکن او کافر است. او نه نماز میخواند، نه به یگانگی الله تعالی ایمان دارد، نه به شریعت ایمان دارد، لیکن وظیفه اش آموختن شریعت هست. همین خیلی در دانشگاه های غرب دانشگاه های هست به نام شرق شناسی، یعنی که آنها غرب هستند و شرق را میشناسند که اسلام از شرق به دنیا ظهور کرد. یعنی مکه، مدینه، اینا شرق حساب میشه تا خطای. خلاصه آنهایی که علم شریعت را می آموزند، خواه علم حدیث است، خواه علم تفسیر است، خواه علم لغت هست، ولی عمل به این علم ندارند، اینها رو می شود گفت صاحبان معلومات، نه عالم. چون که علم آنها ترس آنها را زیاد نکرد. خب بنابراین گفتن که اساس علم این است که انسان ترسد وقتی که علم گرفت. و اما کلمه تقوا را در صحبت‌های گذشته در دیگر درس‌ها گفته بودیم که بهترین تعریف طلق ابن حبیب است. گفتن که تقوى الله ان تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصیة الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوای الله این است که الله تعالی را عبادت کنی با مقصد امید ثواب، على نور من الله، با علم. و اینکه گناه را ترک کنی با علم و مقصدت هم خوف الله تعالی باشد. اصل این تعریف در مصنف ابن ابی شیبه با لفظی کمی مختلف آمده است، ولی همین معنا هست که بهترین تعریفی که تقوا را
معرفی کردن. خب در این بیت مصنف میگن که فرأس العلم تقوی الله حقا، اصل علم تقوای الله هست. یعنی وقتی که علم گرفتی علامتش این که در تو تقوا پیدا شود. ولیس بأن یقال لقد رأست، نه اینکه گفته شود که تو رئیس شدی، راهبر شدی، بلکه راهبر شدن را علمای از گذشتگان خوب نمیدانسته، علل خصوص به شخصان جوان. و حضرت عمر رضی الله عنه خیلی که در صحیح بخاری آمده است گفتند که تفقهوا قبل ان تسودوا، شما فقیه شوید پیش از آن که سید شوید، علم آموزید پیش از آن که سید شوید، یعنی سید قوم شوید، با آبروی قوم شوید، صاحب وظیفه و منصب شوید، صاحب آبرو شوید. پیش از این شما علم آموزید که بعد رئیس شدن دیگر علم آموختن مشکل است. بعد اینکه وظیفه داری، قاضی فلان شهر هستی، مفتی فلان جا هستی، دستی نزد درس عالم آمده نشستن مشکل می فراید. نمیتواند هر کی این بعد اینکه وظیفه بلند گرفت در نزد علما و در مجلس علما بشیند. بنابراین امام بخاری این سخن حضرت عمر را آوردند و گفتند که وقال ابو عبدالله و بعد ان تسودوا، ابو عبدالله یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری تعلیق کرد به سخن حضرت عمر و گفت که و بعد ان تسودوا، بعد اینکه علم گرفتید و سید شدید با علم گرید. یعنی وقتی که راهبر شدید، سید شدید، صاحب مقام عالی وظیفه بلند شدید، علم آموزید. لقد تعلم اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم علی کبر سنهم، در حقیقت صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم که بهترین شخصیت های این دنیا بعد پیغمبرها بودند، در بزرگسالی اشان علم آموختند. من در بین شما شخصیت هایی که سنشون به 50 رسیده است علم آموزند. این صفتی علامتی خوب است، صفتی کمال است، علم آموختن. وقتی که امام ابو حنیفه هم به مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمدند، در حلقه امام مالک نشستند، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم ترغیب کردند وقتی که یک گروه از مردم در حلقه در مسجدهای الله تعالی نشسته علم آموزند، آنها را فرشته های احاطه میکند و الله تعالی در نزد خودش آنها را ذکر میکند، نام آنها را میگیرد. بگذار انسان علامه باشد، بگذار انسان عالم باشد، لیکن یک مجلس علم است نشیند. همه وقت انسان یعنی خودش باید تعلیم دهد و از دیگرها نشنود، نه، بلکه باید از دیگرها هم شنود. شاید به قول امام احمد کلمه ای که در آن نجاتم هست شاید نشنیدم، شاید کلمه ای که به سبب همون یک کلمه من نجات میابم، همون کلمه حالا شاید نشنیدم. یک کلمه سبب میشد. بعضی علما به یک کلمه نصیحتشان بعضی انسان ها عالم شد. خطک یشبه خط المحدثین، یکی از علما به یک طالب علم، به یک کودکی حال جوانی که علم ندارد میگوید که خطت به خط محدث ها مانندی دارد. محدث میشه. یک جمله سخن سبب شد که یک آدم به جای اینکه یک آدمی عادی شود یک محدثی بزرگ شد. و شیخ و شیخین محمد ابن سالم ابن عبدالودود الهاشمی، استاد ما محمد ابن سالم ابن عبدالودود هاشمی رحمت الله علیه میگویند که ارجو ان اکون ممن مت بالوظیفه و نشرت بعفایها، من امید میکنم که از جمله شخصانی باشم که به وظیفه وفات کردم و به سبب سبکدوش شدن از وظیفه دوباره زنده شدم. چی معنی دارد؟ حتی شخصی که با شیخ این صحبت را داشت نفهمید همین سخنشان را. گفت که یعنی چی؟ وقتی که پرسید که شما یک وقتی وزیر بودید، محمد ابن محمد سالم ابن عبدالودود هاشمی تقای استاد ما هست و استادشان هست.
خیلی میخواستم از همین شخص علم گیرم. بعد اینکه دانشگاه مدینه را تمام کردیم نیت داشتیم که یک مرتبه به تاجیکستان آمده اهل و عائله را مانیم و نزد همین موی سفید رویم پیش از وفاتشان دریافت کنیم و علم گیریم که سال 2009 هم از دنیا گذشتند. دریافت نکردیم مگر درس هاشون رو تماشا میکنیم از طریق یوتیوب. خلاصه محمد ابن محمد سالم یک شخصیتی بودن که در سن 5 سالگیشان یک بیت شعری گفتن که استاد ما میگن که در دنیا از روزی که الله تعالی آدم را آفریده است تا امروز حال یگان کس در یک بیت 7 نام علم را جایگیر کرده نتوانسته است غیری تقای محمد سالم ابن عبدالودود الهاشمی در سن 5 سالگیشان گفته بودند. در بالای یک چارپا یعنی خر اکرمکم الله می نشینند. اهل دیه برای گرفتن آب به لب بحر می رفتند. بعد وقتی که از آن طرف آبهای گرفتند بالای یک چارپا به آب ماندند، مقصد ظرف های آب را، و در بالای همون ظرف ها محمد سالم که کودک 5 ساله بود نشست. وقتی که اینقدر بلند در بالای آبها میشیند قدش بلند میشود. بعد به همین خر خطاب کرده شعر میگوید که تو اگر چی خری با نه فقط خری عادی، با خری ماده هستی، لیکن تو از فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان 7 نوعی اسب‌های ذاتی را نامبر میکنن که اینها را علم میکن در لغت عربی. نام شهر، نام انسان، نام حیوان، این چیزا علم حساب میشود. 7 نام را در یک بیت جایگیر میکنن. بعد آنهایی که میشونن آمده به پدرشان بابای استادمان محمد علی ابن عبدالودود الهاشمی آمده نقل میکنن که همین خیلی شعر گفته. اون شعر هم موجود است در نزد ما. خلاصه به نهایت عالم کلام بودن. حتی وقتی که در سن 14 سالگی میگن تمام علم های دین و دنیا رو تمام کردن. بعد این در باقی مانده فقط ثقافات میخواندن. لهجه مردم یمن چه خیلی است و لهجه مردم مکه چه خیلی است و فرق لهجه مکه و فرق لهجه مدینه و چیزای اضافگی، یعنی این چیزای ندانستن هم هیچ گپی ندارد. علاوه به علم شریعت و علم دنیا با این چیزای می آموختن. وقتی که اون وقتا در موریتانیا چی نبود، دانشگاه های رسمی نبود، دانشگاه اسلامی که مقصد حجتیت نبود، بنابراین به تونس رفتن. به تونس رفته به دانشگاه حقوق داخل شدن. حقوق شناسی، یعنی دموکراتی بود دولتی، لیکن برای فقط گرفتن حجت به دانشگاه داخل میشن. در مدت 1 هفته بر وقتر میروان و حالی در سر نشده است. تمام منهج دراسی 4 ساله را خوانده برآمده همیشه به نظم میکشن. 4 ساله که مردم همین کتاب‌های باید خواند همیشه خوانده میبرن و همیشه با نظم به میکشن، کتاب میکنن در شکل نظم. قانون دولت استاتیه 307، استاتیه 401، فلان فلان ماده های همشه گرفته به نظم میکشن در مدت 1 هفته. یعنی بسیار عالمی کلان هستن. خلاصه وقتی که وزیر شدن، بعد از وظیفه باز سبکدوش شدن. اکنون یک شخصی از کدام استودیو آمده درباره تاریخی ترجمه حال ایشان صحبت میکند و سوال میدهد. بعد درباره وظیفه شان سوال میدهد که مقصد به بلندترین عالیترین وظیفه که رسیدید وزیر بودید، درباره وزارت چی میگوید؟ بعد همینجا میگم که من امید میکنم که از جمله شخصیت های باشم که به وظیفه مرده باشم و بعد سبکدوش شدن دوباره زنده شده باشم. این چی معنی دارد؟ میگم که بعضی انسان ها به وظیفه زنده میشد. یعنی تا وظیفه اون یک شخصی مرده بود و نه عمل داشت،
نه خدمت به این دین مقدس اسلام داشت، نه خدمت به مسلمان ها داشت و یک و یک باره به کدام راه به وظیفه رسید، سپس مردم وی شناختن، یعنی به سبب وظیفه زنده شد. وقتی که از وظیفه رفت دیگر باز وی هیچ کس احترام نمی کند، باز یک شخصی نیست و نابود می شد. گفتن که من امید میکنم که از جمله شخصیت های باشم که بعد اینکه صاحبی وظیفه شدم مرده باشم و بعد از وظیفه سبکدو شدن دوباره زنده شده باشم. یعنی بسیار علما بزرگواران از وظیفه می ترسیدند، طلب نمی کردند و آنهایی که وظیفه را طلب کردند آنها چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند یاردم داده نشدند. در صحیح مسلم آمده است که عبدالرحمن بن سموره رضی الله عنه گفتند که قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفتند که لا تسأل الاماره فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ای عبدالرحمن، وظیفه را نپرس، وظیفه را طلب نکن، مرا قاضی گذارید، مرا مفتی مانید، یا روید برای من فلان وظیفه را خریده دهید، واسطه نکو، وظیفه را طلب نکن، یا خود از راهبر به من فلان وظیفه را ده گفته طلب نکن. یا عبدالرحمن لا تسأل الاماره، وظیفه را نپرس، فإنك إن أعطيتها عن مسأله، چون که اگر تو وظیفه را داده شوی به سبب پرسیدنت، وظیفه طلب کنی ثانی داده شوی، وکلت الیها، الله تعالی تو رو به همون وظیفه می سپارد. و این اعطیتها من غیر مسأله، اگر نپرسیده داده شوی، مردم طلب کنند یا خودی مثلا از طرفی مثلا دولت داده شوی همین وظیفه را، حالا که تو طلب نکردی، اعنت علیها، در این حالت تو یاری داده می شوی. بنابراین یکی از علما وقتی که به یکی از مسجدهای بزرگ امام خطیب تعیین می شوند میپرسند که چه خیل همین شما به این مرتبه رسیدید، امام شدید، مگر شما طلب کردید؟ میگن که من حتی از الله تعالی نه طلب نکردم. برای چی؟ برای اون که ظاهری سخنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که اگر تو وظیفه پرسیدی، نگفت که از کی پرسیدی، اگر تو وظیفه رو پرسیدی یاری داده نمیشوی، به همون وظیفه الله تعالی حوالت میکند. لیکن اگر وظیفه نپرسی الله تعالی دهد، در این صورت تو یاری داده میشوی. وای بهار آنهایی که وظیفه رو پاره داده میخرن، علل خصوص وظیفه دینی را. میکروفون کشید برادری که تشویش میدهید. و از ابو موسی رضی الله عنه هم حدیث هست، میگویند که دخلت على النبی صلی الله علیه وسلم انا و رجلان من بنی عمی، من به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمدم، همراهی من با دو مرد بود از فرزندان عمکمون، یعنی نسبام یک است، از قبیله ما. فقال احد الرجلین یا رسول الله امرنا على بعض ما والله الله عز وجل، یا رسول الله ما رو امیر گردانید به بعضی آن منطقه هایی که شما در آن والی هستید، شما یعنی زیر ملک شما هست، زیر اطاعت شما هست، آن زمین هایی که هست به بعضی آن ما رو امیر شهر گذارید. و قال الاخر مثل ذلك، دویمین مرد هم همین گپ گفت، یعنی از پیامبر صلی الله علیه وسلم امارت را پرسیدند، ما را امیر گردانید یا رسول الله. فقال انا والله لا نولي على هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص عليه، ما یعنی من پیغمبر و پیروان من، میراثخوران من، پیروان من در آینده، یعنی شریعت اسلام، سیاست شریعت این است که قسم به نام الله
ما به این وظیفه یک کسی نمیگذاریم که طلب کرده باشد وظیفه را پرسد، ولا احدا حرص علیه، و نه کسی را که حریصی وظیفه باشد، نپرسید او لیکن حریص است، شاید نیکی میکند، شاید هدیه میبیارد، مقصد یک کار میکند که به همان وظیفه داده شود. بنابراین استاد ما شیخ محمد شنقیطی رحمت الله علیه به ابن باز میگویند در وقت زنده بودنش ثنا نمیگفتن، تعریف نمیکردن. برای چی؟ برای اینکه ابن باز مفتی و رئیس قاضی های و رئیس هیئت کبار علما بود. ابن باز یا آبروی داشت که از بعضی پادشاه های دنیا بلند آبرو داشت. خودش یک شخصی خاکساری، یک شخصی روی مال هایی که به سرش داشت 5 سومر یا آدم شیخ های عادی 10,000 می پوشیدن. یا آدم خاکسار، یا آدمی که نه قد و قامتی زیبا، نه حسن جمال، نه یک چی داشته باشد، یا آدم خاکسار، یا آدم عادی، ولیکن الله تعالی هیبت و بزرگی و عمل 17 ساعت در یک شبانه روز کار میکرده است. 17 ساعت. بسیار علال خصوص در ایام پیری 80-90 در آمدگی تا نصف شب کار میکرد. بسیار یک شخصی که در همین زمانه بله علمدارهایی که از ابن باز عالم بودند بسیار بودند، لیکن در عمل واقعا ندیدیم شخصی که مانند ابن باز به این شریعت اسلام عمل کند. میگویم در حیاتش استاد ما تعریف نمی کرده یا ثنا نمی فرستانیدن، لیکن وقتی که وفات کرد بعد ثنا گفتن. بعد وقتی که پرسیده شدن گفتن که مقصد وقتی که در حیاتش ثنا می گفتیم گویا طلبی وظیفه داریم. و استادمان شیخ محمد شنقیطی میگویند که پدرمان وقتی که بعضی جامعه اسلامی را تمام کردیم، بعضی شخصیت هایی که همسین و سال ما بود امام خطیب شدن، به بعضی مسجد ها محاضره ها می کردن، درس می گفتن. و ما هم وقتی که به همین کار جوان بودیم حریص شدیم، پدرمان محمد مختار شنقیطی گفتن که هیچگاه وظیفه امام خطیبی درس دادن حتی را طلب نکن و از پس این نشو. تو علم را به خاطر الله آموز، علم را به خاطر الله آموز. روز می شود که الله تعالی علم تو را در مشرق و مغرب پهن می کند. الله تعالی خودش پهن می کند. تو برای الله تعالی علم آموز. یعنی گذشتگان علما بزرگان از طلبی وظیفه منع میکردن، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم منع کردن. و این چنین در صحیح مسلم آمده است که حضرت ابوذر رضی الله عنه گفتند که یا رسول الله الا تستعملونی کما استعملت فلانا، یا رسول الله مرا هم رئیس شهر نمیمونید چطوری که فلانی را رئیس شهر موندید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم دولت اسلامی وسیع شدن گرفت. هر یک شهر و ناحیه هایی که تابع دولت میشد یا آدم از صحابه ها گرفته راهبر میمونده، امیر شهر میمونده. حضرت ابوذر هم آمدن رضی الله عنه و ارضاه گفتن یا رسول الله مرا هم رئیس شهر نمیمونید چه خیلی که فلانی را موندید؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فضرب بیده علی منکبیه، با دستشان به کتفم زدن و گفتند که یا ابا ذر انک ضعیف، در بعضی روایات انک رجل ضعیف، ای ابو بکر تو یک مرد ضعیف هستی. و اینها امانه، و این وظیفه منصب امانت است. و اینها یوم القیامت خزی و ندامه، و این روز قیامت خاری و ندامت پشیمانی است. رئیسی، امیری، راهبری دولت بودن
امانت است و روز قیامت ذلت و خاری هست و پشیمانی هست. الا من اخذها بحقها، مگر آن آدمی که به حقش وظیفه را گرفته باشد، از جانب خلق تعیین شده باشد یا از جانب یک شورا تعیین شده باشد، یعنی خودش وظیفه را طلب نکرده باشد، بهر این وظیفه خون مردم را ریزانیده باشد و برای این بسیار کید و حیله ها کرده باشد، وای بر حالش. گفتن که مگر آن شخصی که این وظیفه را با حقش گرفته است و ادى الذی علیه فیها، و آن حقی که بر ذمه‌اش است همون ادا کرده است، انا همین آدم روز قیامت پشیمان نمیشد. مانند عمر ابن عبدالعزیز، کسی به نزدشان در آمد پوف کرده شمع کشتن، حیران شد. بعد یک شمع دیگر در گرانیدن. گفت چی گپ است؟ گفتن که این شمع دولت بود و تو با کاری شخصی من آمدی، یعنی کاری دولت نه، کاری شخصی من. همین عمل استاد ما میگن که تقام وقتی که وزیر بودن حتی ورق یا قلم های الهیده داشتن برای کارهای شخصیشان، یعنی با قلم و ورقی این زهدی واقعا زهدی نه که از دیگر طرف میلیون و میلیارد دزدی کنید و از این طرف در نزد مردم به یک کاغذ و ورق زهد کنید، نه، اونا واقعا زاهد بودن. در دیگر روایت امام مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، ای ابا ذر من تو را یک شخصی ضعیف میدانم. ضعیف چی؟ یعنی ضعیف از روی سیاستمداری، اون مانند حضرت ابوبکر و عمر نیستن. حضرت ابوذر شخصی بودن که بعد نماز خفتن همه دارایی خود را خیر و سخاوت میکردن، آمده خواب میکردن. گفتن اگر پگاه زنده خیزیم الله ما را رزق میدهد و اگر ما این شب وفات کنیم چی در کار این مال را ذخیره کرده پیشتر باید به آخرت فرستانیم. چنین اعتقاد داشتن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم انی اراک ضعیفا، من تو را یک شخص ضعیف میبینم، یعنی در مسئله سیاست نه در مسئله توکل. و انی احب لك ما احب لنفسی، و من به تو دوست میدارم اون چیزی که برای خودم دوست میدارم. لا تأمرن علی اثنین، به دو کس هم راهبر نشو. به دو نفر، یعنی مقصد 3 نفر به راه برایت، 1 نفر امیر میشد. به 2 نفر راهبر نشو. ولا تولین مال یتیم، مال یتیم بهم والی نشو. والی اگر یک کودک یتیم ماند از پدرش، مال پدرش گرفته به والی یتیم، ولی یتیم اون کسی که تربیه یتیم به ذمه میگیره داده میشد. تو میشد که مثلا این 1000 دینار مالی که از پدری همین یتیم ها مانده است، این در تو می ایستد، اینا مقصد به تجارت گیر، اینا سبزان و از سبزیش همین مال به یتیم ها خیر و سخاوت کن، وقتی که یتیم ها به وای رسید مال به دستش برسان. یعنی همین آدم والی یتیم هست. ولا تتولین مال یتیم، اصلش تتولین هست تا حذف شده است. ولا تولین مال یتیم، مال یتیم را والی نشو. برای چی؟ برای اینکه ابوذر این یتیم ها اگر بزرگسال شود، کلان شود، الله رزق اینها را میدهد، میگه همش خیر میکنه داخل. برای همین گفتن که تو نه یک یتیم هم مالش به ذمه نگیر، به 2 نفر هم راهبر نشو. و ببینید وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو. بنابراین بعضی عالمان میگن که هذا الحديث اصل عظیم فی اجتناب الولایات، این حدیث اصل است در پرهیز وظیفه ها. یعنی این حدیث ها اصل است که انسان باید از وظیفه پرهیز کند، علل خصوص در ایام جوانیش، در ایامی که تا به سن 40 ندار آمده است و از وظیفه ها خودداری کند. بله درس دادن اجازت است، مثلا 1 نفر 2 نفر به شاگردان در یک برج مسجد، در یک کنج مسجد درس دادن، تعلیم دادن خوب است، لیکن وظیفه های راهبری کننده، وظیفه های کلان را انسان پرهیز کند بهتر است. بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتند که
و افضل ثوبك الاحسان لكن نرى ثوب الاساءة قد لبثت. بهترین لباس لباس احسان است که بدر کنی، لباس احسان را بپوشی. نرى ثوب الاساءة قد لبثت، یعنی ای ابوبکر، مصنف به ابوبکر نصیحت دارن و به ما هم، به خیلی مسلمان ها نصیحت کردند. بهترین لباسی که میپوشین لباس احسان است، یعنی تو از جمله محسنین شو، نیکوکارها شو، الله تعالی را چنان عبادت کنی که گویا الله تعالی را میبینی، اگر نتوانی دان که الله تعالی تو را میبیند. و این چنین به مردم نیکی کنی. محسن کی است؟ آن آدمی که خیری که دارد به مردم میدهد و بدی خود را از مردم نگاه میدارد و در وقت واخوردن با چهره کشاد همراهی آنها معامله میکند. لکن نرى ثوب الاساءة قد لبست، لیکن ای ابوبکر ما میبینیم که تو لباسی بد را بدر کردی، ببر کردی. یعنی به خودت لباسی به جای اینکه احسان بپوشی لباسی بد پوشیدی. مقصد یگان کاری گناه کرده باشد ابوبکر نصیحت دارن، تو طالب علم هستی، یعنی برای تو نمیزیبد که کاری گناه کنی، تو عوام مسلمان ها نیستی. و در بعضی نسخه ها وضافی ثوبک الاحسان لا ان ترى ثوب الاساءة قد لبست. ضافی یعنی اضافه کن به ثوبت، به لباست نیکی را، و اضافه به این که لباس حقیقی داری با لباس معنوی بپوش، لباس نیکوکاران را ببر کن. لیکن افسوس که در تو لباسی بدی دیده می شود که گویا پوشیدی لباسی بدی را. یعنی مقصد وقتی که طالب علم اگر خطا می کند، گناه می کند، گویا لباسی بدی را پوشیده است. بنابراین گفتن که خوب می شد که لباس احسان را بپوشی. بعد از آن گفتن که اذا لم یفیدک العلم خیرا فخیر منه ان لو قد جهلت. اگر علم به تو فایده ندهد، علم به تو فایده نرساند، فخیر منه ان لو قد جهلت، خیر بود که تو جاهل باشی. خوب بود از این علم بی عمل اینکه جاهل باشی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعای مشهورشان در صحیح مسلم آمده است، پناه طلب کردن از علمی بی فایده. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. پروردگار من پناه می طلبم به تو از علمی که فایده نمیدهد، نه برای خودم، نه برای شاگردان و برای امت اسلام، نه برای اسلام. از این علم من به تو پناه می طلبم. و من قلب لا یخشع، از آن قلبی که وقتی که آیات الله تعالی قرائت کرده شود، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم براش گفته شود، در قلبش ترس نآید، از همین گونه قلب ها من به تو پناه می طلبم. و من نفس لا تشبع، از نفسی که سیر نمی شود. و من دعوت لا یستجاب لها، از آن دعایی که به درگاه الله تعالی اجابت نمیشد من به تو پناه می طلبم. و در حدیث ام سلمه مادر مومنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز بامداد سلام میدادند میگفتند که اللهم انی اسالک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. پروردگار ما تو علم نافع، علم فایده‌ناک میپرسم. ببینید باید انسان فقط خواندن کفایه نیست. در صحبت گذشته شیخ الاسلام را آوردیم که زیاده از 120 تفسیر میخواندند، باز از الله تعالی شبانه روی خود را به خاک مالیده دعا میکردند که پروردگارا ای معلم داوود و ابراهیم و آدم برای من علم ده، ای مفهم سلیمان برای من فهم ده، چون که و آتیناه من لدنا علما، ما این علم را از جانب خودمون دادیم. این علم دادی الله تعالی هست، عطای الله تعالی هست. چقدر شخصای زیرک بودند، شخصای دانا بودند، شخصانی که حافظه‌شون به قوت بود، لیکن الله تعالی برکه علم آنها را گرفت وقتی که آداب را رعایت نکردند، وقتی که به علم عمل نکردند، وقتی که استاد را احترام نکردند، خود را بلند از استاد گرفتند.
الله تعالی علم آنها را بی برکه کرد، از علمشان فایده نگرفتند. بعضی علما میگن که و کان فلان یمار ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا، فلانی ابن عباس را جدال میکرد. تابعین بود، با عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مناقشه میکرد. یماری فحرم بذلك علما كثيرا، به سبب این از علم بسیار محروم شد. بعضی ممکن جوان گذشت از دنیا، از علمش برکه نگرفت، از علمش فایده نگرفت، از دنیا گذشت. بنابراین علم فقط طلب کردن و خواندن نه، بلکه باید علم نافع باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا در چندین حدیث ها پناه طلب کردن و همین گونه امر کردن که ما هم پناه طلب کنیم. صلی الله علما نافعا، از الله تعالی علم نافع بپرسید و تعوذ بالله من علم لا ينفع، و از الله تعالی پناه طلب کنید از آن علمی که فایده نمیدهد. در حدیث ابن ماجه آمده است. بعد از آن مصنف گفتند که و این القاک فهمک فی مهاو فلیتک ثم لیتک ما فهمت. و این القاک، اگر تو را علمت پرت آید، فی مهاو، فهمت تو را به یک چقوری پرت آید، یعنی فهمی تو را به گمراهی برد، فلیتک ثم لیتک ما فهمت، ای کاش که تو نمی فهمیدی. بعضی انسان ها تعویل میکنن، هم در عقیده هم در فقه، میگن که خیر ما در کشوری کفر هستیم، ریبا برای ما حلال است، یا در فلان کار هستیم برای ما اجازت است. تتبع رخصت ها میکوند. فهمی آنها را به گمراهی برده است. و این القاک فهمک فی مهاو، اگر فهمی تو را به چقوری برد، برای آنکه علم گیری و پرهیزگار شوی، به مردم با فتوا دهی که مردم ریبا خورید، گوی الله تعالی و احل الله البیع و حرم الربا، الله تعالی خرید و فروش را حلال گردانیده است و ریبا را حرام گردانیده است. از این دیگه لفظی صریح نیست. و حرم الربا، الله تعالی حرام گردانید ریبا را، گوید و تو بعد اینکه اینقدر علم آموختی، اینقدر دانش گرفتی، مردم به تو خیر کردند، زکات دادند، تا اینکه تو علم گیری، به دنیا مشغول نشوی، علم گیری و فردا به امت اسلام علم را رسانی، امانت را رسانی، تو آمدی تا اینکه مردم را از ریبا و از گناه دور کنی، برای آنها فتوا میدهی، اجازت میدهی. اگر انسان فتوا کند، در همه مسئله ها فتوا هست، می شود از بین کتاب ها زلت علما را یافته، خطاگی علما، لغزش علما را یافته، با حجت و دلیل برای مردم فهمانی که ریبا گرفتن حلال است، عرق نوشیدن اگر از عرق خرما باشد حلال است، گوشت سگ حلال است. گفته از هر کجا یاوی بعضی چیزایی که اجماع علما هست به حرام بودنش باید تعویل کنی. و این القاک فهمک فی مهاو فلیتک ثم لیتک ما فهمت، اگر فهمی تو، طلب علم تو را به گمراهی برده، کاش که نمیفهمیدی، کاش که این خیر علم داشتن نمی داشتی. ستجنی من ثمار العجز جهلا و تصغر فی العیون اذا کبرت. بعد مصنف گفتن که ستجنی، زود است که تو میچینی، من ثمار العجز جهلا، از میوه های عاجزی و ناتوانی جهل را. یکی از میوه های عجز، ناتوانی، تنبلی، این جهل است. انسانی که جد و جهد ندارد، حرکت و سعی و کوشش ندارد برای آموختن علم، عذاب نمیدهد جان خود را، نتیجهش چی میشد؟ نتیجه این تنبلی، نتیجه این ناتوانی، عاقبتش جهل میشد، نادانی میشد. شخصی که علم گرفته است، شخصی که عالم شده است، او روزهای سیاه را پسی سر کرده است. مبیض وجه باکتساب کریمت حتی یسوده شحوب المطلب. مبیض وجه،
سفید نشد، رویی که با آبرو نشد، یک رویی که تو میبینی باکتساب کریمتین، کارهای خوب، کارهای فایده‌ناک، کارهای بلذت، کارهای طعامهای بلذت خورده به این درجه نرسید. یا آدم بینی که روی سفید دارد، آبروی بلند دارد، در مقامی بلند نشسته است، تو فکر نکن که او براحت به این مرتبه رسیده است. مبیض وجههم باکتساب کریمتین حتی یسوده شحوب المطلب. این رویها روزهای سیاه را پسی سر کرده است، مشقت ها را پسی سر کرده است، گرسنگی و بیخوابی ها را چشیده است، بعد به این مرتبه رسیده است. ستجنی من ثمار العجز جهلا. از میوه عجز و ناتوانی این است که تو جهل را به حاصل میگیری، عاقبتش جهل است. و تصغر فی العیون اذا کبرت. و در چشم ها خرد می نمایی اگر کبرت خواند، اگر کبر کنی. یعنی کسی که به مردم تکبری میکند، خود را بلند میگیرد، متکبر هست، در نظر مردم او معده میتابد، یعنی در نظر مردم میافتد. اگر انسان علم داشته باشد و لیکن متکبر باشد، خاکسار نباشد، در نظر مردم میافتد، در چشم مردم خرد می نماید. این اگر کبرته خوانید. اگر کبیرته خوانید و تصغر فی العیون اذا کبرته، و در چشم ها خرد میتاوی وقتی که کلانسال میشوی. وقتی که تو از سبب تنبلی و از سبب ناتوانیت علم نگرفتی و جهل را برای خود اختیار کنی، نادان به وایه رسی، حتی وقتی که پیرانسال شوی و نادان باشی، در نظر مردم یک شخصی معده می نمایی. 30 سالت کلان است ولی علم نداری، یعنی شخصی معده حساب می شوی. یعنی در دو حالت هم نصیحت داره. و تصغر فی العیون اذا کبرت. عجز این ضد کلمه کیس است. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى علی الله الامانیه. کیس یعنی آدم زیرک آن شخصی است که نفس خودش را حساب و کتاب کرده است و عمل لما بعد الموت، و عمل کرده است به روز بعد موت، عملهاش به خاطر روز قیامت، به روز قیامت عمل کرده است. و العاجز، عاجز کی است؟ ناتوان ترجمه لغویش. عاجز آن آدمی هست که من اتبع نفسه هواها، آن آدمی که نفس خود را پیروی هوای خودش کرده است. هوا یعنی اون خواهش نفس، به نفسش پیرو کرد، نفسش هر چیزی که خواهشش گفت اجرا میکند. و تمنى علی الله الامانیه، لیکن از الله تعالی امید آرزو کرده است، آرزوی عالم شدن، آرزوی بزرگ شدن را کرده است و لیکن با وجود این آرزوها مهنت نکرده است و پیروی از هوای نفسش کرده است. این آدم عاجز است. آدمی کیس چی؟ آدمی زیرک آن آدمی که حساب و کتاب کرده است نفسش را به هر یک کار خیر و بد و بعد موت، برای روزی بعد موت عمل کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مسلم گفتند که احرص علی ما ینفعک، هر کاری که به فایده تو است برای حریص باش. واستعن بالله ولا تعجز، از الله تعالی یاردم پرسو، عاجز نشو، ناتوان نشو، تنبل نشو، کوشش کن، یک شخص عادی قطار مردمی نشو. گفتم بعد از آن مصنف گفتن که و تفقد ان جهلت و انت باقین و توجد ان علمت و قد فقدت. ببینید این سخنهای جامع هست، پرمعنا هست. و تفقد ان جهلت، اگر تو جاهل باشی تو در بین جمعیت گویا گم هستی،
و انت باقین، لیکن تو هستی، تو حالا زنده هستی و گویا که در قطار مرده ها باشی. ما این چیزه حس کردگی هستیم. باره بعض پدرمون مادرمون نصیحت کردن که فلانی موی سفید رو در آمده خبر گیر، به سفری طولانی آمده بودم. من فکر کردم که اینها مردگی هستن، گذشتگی رفتگی هستن. سبحان الله، در آمدم که موی سفید همراهی پیرزن دو کس نشستین، هر دوشان چشماش نابینا شدگی، پیر شدگی، زنده هست. مقصد فکر کردیم که مردگی هست. شخصان به سواد عادی، مصنف میگن که و تفقد این جهیلت و انت باقی، تو در بین مردم تفقد و گم کرده میشوی. مردم تو رو گم میکنند اگر تو جاهل باشی. و انت باقی، اگر چی تو باقی هستی، اگر چی تو در دنیا زنده هستی، گویا که نیستی، گویا که مرده هستی. و توجد این علمت و قد فقدت، لیکن تو هستی در بین مردم وقتی که علم داری، اگر چی تو نیستی. این هم آدمی که وفات کرده است در بر میگیرد، هم آدمی غریب از شهر. اگر تو علم داشته باشی تو در بین مردم هستی. اگرچه امروز با جسمت با همراهی مردم نیستی، لیکن تو با همراهی مردم هستی اگر علم داشته باشی. حتی بعد وفاتت هم تو وقتی که رفتی از این دنیا تو نیستی، لیکن تو با همراهی مردم هستی. امام بخاری همراهی ما هستند، امام مالک همراهی ما هستند، شیخ الاسلام همراهی ما هستند، اگرچه به موتاشان چندین صدها و هزارها سالها گذشت. مثلا و تذکر قولتی لك بعد حین اذا حقا بها یوما عملت. ای ابوبکر، ای فرزندم، این سخنهای مرا بعد گذشتن مدت تو به خاطر می آوری. اگر به این نصیحت های من عمل کنی، نتیجه علم و نتیجه عمل را در حیاتت می بینی و این نصیحتی مرا به خاطرت می آوری. لیکن اگر همین کار را نکردی، لسوف تعظ من ندم علیها، اگر تو فرصت حیات خود را غنیمت ندانی، لسوف تعظ من ندم علیها و ما تغنی الندامة ان ندمت. زود است که انگشت ندامت میگزی، پشیمانی، انگشت پشیمانی میگزی. تعظ گزیدن، من ندم علیها، زود است که میگزی از سبب پشیمانی، یعنی دست خود را میگزی، انگشتان خود را میگزی. و ما تغنی الندامة ان ندمت، لیکن در آن حالت الله که پشیمانی فایده نمیدهد. الله تعالی هم در قرآن مسئله پشیمانی را با گزیدن مثال آورده است. بنابراین اینها همه شاعرها از سخن الله تعالی گرفتن. الله تعالی میگه که و یوم یعض الظالم علی یدیه، روز قیامت روزی است که ظالم دو دست خود را میگزد. الله تعالی انگشت نگفت، دست گفت. دو دست خود را میگزد. میقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میگوید که ای کاش که من در دنیا همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشدم، همراهی ابی بن کعب و همراهی ابو جهل نمیشدم. کاش در دنیا همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم میشدم. گفته دست میگزید است. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من فلانی رو برای خود دوست نمیگرفتم در دنیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، در حقیقت او مرا گمراه کرد. اکثر یکی از سببهای گمراه شوی مردم این یار و دوستان و هم نفسانشان است، شریکهایشان است، دوستانشان است که آنها را به گمراهی دعوت میکنن، به گناه دعوت میکنن. بنابراین شاعری فارس هم میگوید که هر کس که نصیحت ز عزیزان نکند گوش، بسیار بخواید سری انگشتی ندامت. یعنی نصیحتی بزرگا کسی نمیگیرد، بعد انگشتی ندامت میخواید، میگزد.
بعد مصنف گفتن که اذا ابصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، اگر اون دوستان طالب علمت را بینی که وقتی که علم آموختن، حفظ کردن، فهمیدند، وقتی خود را به دنیا صرف نکرده علم آموختند و امروز بعد گذشتن سالهای در مرتبهشان به آسمان رسیده است. و اذا ابصرت صحبك في سماء، و دوستای طالب علمی پیشینت بینی که مرتبهشان به آسمان رسیده است، قد ارتفعوا علیک، مرتبه آنها بر تو بالا شده است، و قد سفلت، و تو باشی پایان شدی به سبب اینکه علم نگرفتی، به سبب آنکه تنبلی کردی، علم نگرفتی، دوستانت به مرتبه آسمان بر آمدند، تو باشی در پایان هستی. در این حالت چیکار کن؟ فراجعها و دع عنک الهوینی، نفست مراجعه کن، بازگشت کن. حالا یک روزم که دو وقت داری غنیمت است، فراجعها، نفس خودت را مراجعه کن. و دع عنک الهوینی، ضعیفی و تنبلی را از خودت دور کن. فما بالبطء تدرک ما طلبت، با سستی آن چیزی که طلب میکنی و دریافت کرده نمیشد. با تنبلی، با سستی چیزی بزرگ دریافت کرده نمیشد. برای نائل شدن به درجه های بالا باید کمتر مهنت کنی. ولا تحفل بمالك والها عنه فليس المال الا ما علمت، مالت تو را مشغول نکند. ولا تحفل، اگر ولا تحفل خواند، با مالت خرسندی نکن. حفلون خرسندی، شادی، مال داده شدم، پول داده شدم، گفته خرسندی نکن، با مال خرسندی نکن. والهو عنه، از مال روی گردانو. برای چی؟ فلیس المال الا ما علمت، مال همون چیزی که دانستی. الله تعالی در قرآن کریم حیات دنیا را وقتی که میبیارد حیات لعب و لهو، حیات دنیا حیات عبارت از بازی و بیهودگی میگوید. مال چیزی که تو دربارش معلومات دانستی. با در بیت های زیرین درباره مال و فرقیت آن از علم بیان میکنم مصنف رحمت الله علیه. فلیس المال الا ما علمت، مال این چون قدر چیزی نیست مگر آن چیزی که دانستی. و بعضی نسخه ها هست که ولا تختل بمالک، با مالت خیالا نکن. خیالا خیال کردن، خیال نکن، فکر نکن، کلانیگری نکن به مردم، فکر نکن که مال همه چیز است، همه چیز پول و مال است. گفته فکر نکن، این مال امروز هست فردا نیست. ولیس لجاهل فی الناس معنی ولو ملک العراق له تأتى، شخص جاهل در بین مردم معنا ندارد. شخصی بی سواد و نادان در بین مردم یگان معنا ندارد، بودن او بی معنا است، معنی ندارد. ولو ملک العراق له تأتى، اگرچه برای وی ملک عراق، نائل شدن به ملک عراق آسان شده است، ملک عراق زیر دستی او در آمده است، وی که شخص جاهل هست یعنی از آن فایده نمیگیرد. ولیس لجاهل فی الناس معنی، آدمی بی سواد یگان معنا ندارد، به معنی است آدمی به همین معنا. اگر مغنین آمده است در بعضی نسخه ها ولیس لجاهل فی الناس مغنین، شخص جاهل نادان یک شخصی هست که مردم به حاجت نمی شود. اگر همون نادان اگرچه ملک عراق به دست بیاردم مردم به حاجت کرده نمی تواند، به مردم فایدهش نمی رسد. برای چی عراق؟ برای چی سعودی نه؟ حالا مانده است که ملک سعودی امروز از ملک عراق بزرگ است، برای آنکه در آن وقت در زمان مصنف از همه جای سبز و منور این عراق بود و خلیفه های عباسی هم از عراق بودند و پایتخت دولت اسلامی و خلافت مسلمان های کل جهان عراق بود، بغداد بود، شهری که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دفن شدند، شهری که امام احمد زندگی کردند. سه امام ها از عراق هستند، امام ابو حنیفه و امام شافعی
و اینچنین امام احمد. اما امام مالک از مدینه هستند. وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى. عراق درختان زیبا داشت، درختان خرما داشت، جزیره عربستان خشکی بود، برای همین هم در زیر یگان چیها قرار نداشت، در زیر یگان دولت های ابرقدرت قرار نداشت. برای چی؟ برای اینکه یگان چیز نداشت، یا زمین خشکی خالی بود پیش از برآمدن نفت. اما عراق جای لازمه بود. اون سالایی که صدام حسین راهبر عراق بود، ما حج رفته بودیم به واسطه عراق. $1 به $1 1400 لیتر بنزین میداد، به $1. مقصد در تحریم بودن، سوزشواری هاش بیرون نمی برآمد، مال و ملکاش بیرون نمی برآمد. یک لینچه خرما که عبارت از 30 کیلوگرم بود به $2 خریده بودیم، در حالی که در مدینه 1 کیلوگرم خرما $2 بود. در عراق یک لینگه $2 بود. بنابراین بسیار در شعرها، در ضرب المثل ها ملک عراق را مثال میبرند. اگر شخص جاهل ملک عراق به دست بیاردم، از آن شخص بیسواد که هست نمیداند چه خیل تصرف کند در مال، مردم بهره نمیبرند. سینطق عنک علمک فی ندی و یکتب عنک یوما ان کتبت. بعد مصنف گفتن که علم تو در نزد مجتمعت از نام تو گپ میزند. یعنی مقصد تو نباشیم فلانی گفته مردم، یا فلانی گفته بودن، گفته سخن تو را نقل میکنند، یا از کتابات نقل کرده، یا از آن شنیدن نقل میکنند. سینطق عنک علمک فی ندی، در نزد مجتمع، در نزد خلق علم تو گپ میزند. و یکتب عنک یوما ان کتبت، امروز که تو طالب علم هستی، حدیث ها را می نویسی، علم را می نویسی، فردا مردم هم از تو علم را می نویسند. این یک معنا هست. یعنی تو مادامی که علم گرفتی، مردم هم از تو علم میگیرن. و یکتب عنک یوما ان کتمت، لیکن تو اگر علم گیری و به مردم نرسانی، علم پنهان کنی، این برای تو گناه نوشته میشد به نامه اعمالت. این معنا را دارد. و ما یغنیک تشیید المبانی اذا بالجهل نفسك قد هدمت. بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که و ما یغنیک تشیید المبانی اذا بالجهل نفسك قد هدمت. تو را این بناهای بلند آشیانه، خانه های زیبا و این عمارت هایی که می پوشی تو را بی حاجت نمی کند وقتی که خودت را با نادانیت ویران کردی. این معنای شعر ترغیب به آموختن علم و تحذیر از عمارت و خانه سازی میکند. در صحیح بخاری هم آمده است که خباب ابن عرد میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان المسلم لا یجر فی کل شیء ينفقه الا فی شیء یجعله فی هذا التراب. مسلمان به هر یک کاری که میکند ثواب میگیرد، به هر یک خیر و سخاوتی که میکند ثواب میگیره، غیر آن مالی که داخل دیوال میکند. داخل این خاک میکند به معنای داخل دیوال میکند. و در لفظ ترمذی و ابن ماجه هم آمده است که بنده به هر یک نفقه‌ای که میکند، حتی طعامی که فرزندتان میخورد، طعامی که همسرتان میخورد، حتی اگر از مالکیت شما دزدیده خوردم، برای شما ثواب است. الا فی التراب او قال فی البناء، غیر آن پولی که داخل این خاک میکنی یا داخل دیوار میکنی. گفتم یعنی پولی که برای عمارت صرف میکنی ثواب نمیگیری. گفتم بنابراین در مسئله همین حدیث یک شخص 2 مجلد کتاب نوشته است و واقعا آن آدم هایی که ما دیدیم عمری خود را صرف کرده، مثلا خواه طلب علم کردن، خواه مسافرت کرده، مال جمع کردن، تجارت کردن، بالاخره به یک مرتبه رسیدن که خانه های قصر پوشیدن،
خانه را پوشیده نپوشیده، خانه تیار شده ناشده روی به گریز آوردن از وطن و امروز اون خانه ها مبدل به خرابه ها شده است. و ببینید چقدر پول صرف شد به اون خانه ها. انسان در یک خانه گاه ها میخورد، میشیند، درس میخواند، خواب میکند، مهمان قبول میکند و لیکن وقتی که به عمارت سازی اگر شروع کند، اینش برای فلانی، اینش برای مهمان خانه، اینش برای فلانی، یک دنیا عمارت میسازد با آن خانه هایی که حاجت ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز از نزد یک گروه مردم گذشتن که خانه درست میکردن. و اون خانه هم از چی بود؟ خانه عبارت از شاخی درخت خرما بود. دیوالهایش از شاخهای درخت خرما بود و پایه هایش ستونهایش از درخت خرما بود. گفتن که شما چی کار میکنید؟ گفتن که یا رسول الله، همین خانه ویران شده، همین رو ما اصلاح میکنیم، درست میکنیم. گفتن که قیامت از این دیده نزدیکتر است. یعنی پیش از اون که شما این خانه را درست میکنید قیامت میشود. گفتن یعنی معنای اون که حیات دنیا بسیار کم است. مقصد همین که بعضی برادرای مهاجر یکی از سببهای موفق نشدنشان بسیار عمارت کردنشان. آمدن 1 سال 2 سال 3 سال در مهاجرت، در مردکاری، در ساختمان ها کار کردن، مبلغی یافتنشان رفتن در کشور ساختمان کردن. آمدن با 1-2 سال دیگر کار کردن، کاراشون اومد کرد، رفتند و اون خانه های 3 سال پیش ساختگی هاشون معقول نشد، با لایحه نو ساختن ویران کرده. بعد آمدن که کاراشون نشد، این دفعه زندان شدن یا به مشکلی ها گرفتار شدن. اون خانه ها، در بعضی آن خانه ها زنها خیانت کرد. یعنی چی لازم؟ عمری خود در مهاجرت، در مهنت، در غریبی، در یک وگان بدون زن و فرزندها انسان خواب کند و در آن کشور قصر 2 آشیانگه سازد. بعد در همون خانه زندگی نکرده از دنیا گذرد و هم با یک کسی دیگر ترک کرده رود که اونها در آن خانه گناه میکنند. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه مسلمان های تمام دنیا بودند. فرزنداشان با لباس های دریده میگشت. وقتی که مردم، بعضی وزیرها، بعضی یاری دهنده ها نصیحت میکردن که به فرزنداتون تید، میگفتن که مال دولت است. میگفتن وقتی مرگشان نزدیک شد، بعضی وزیرها با پشتشان به دیوال تکیه کننده کمتر شیناندن و فرزندانشان رو به نزدشان در آوردن که پایلوچ و سرلوچ و لباس های دریدگی داشت. چند فرزنداشان بود. فرزندی اینها از همین روز اعتباراً یتیم میشد. شاید گفتن در همین حالتش رحم کند و وصیت کند که برای اینها از دولت، از پول دولت داده شود. گفته رحم کردن بعضی وزیرها، نه برای نزدیک شدن به خلیفه، چون که مرده ایستاده است دیگه حاجتی نزدیک شدن ندارد، لیکن به همین کودکایی که پدرش خلیفه مسلمان ها است و اینها زندگی فقیرانه داشت، در آوردن همین بچه های قطار کردن در روبروی عمر ابن عبدالعزیز. گفتن که وصیت کن برای اینها. گفتن که اگر اینها آینده فرزندان طالح شوند، فرزندای گناهکار شوند، من برای اینها از پول دولت پول جدا نمی کنم که با آن پول آینده گناه کنم. اگر آینده اینها فرزندان صالح شدنی باشند، فالله یتولی الصالحین، الله تعالی از پی صالحان است. الله تعالی صالحان را ضایع نمی کند. اینا آینده صالح شوند، الله نگاه و بین اینها هست. اگر آینده اینها گناهکار باشند، من از پول دولت برای اینها، برای گناهشان پول نمیدهم. گفتن وصیت نکرده از دنیا گذشتن. و ما یغنیک تشیید المبانی اذا بالجهل نفسک قد هدمت. اگر تو بی سواد باشی، این ساختن عمارت های زیاد
به تو فایده نمیتید. به ساختن این عمارت ها تو خودت را ویران میکنی. ابن القیم در قصیده نونیه شام میگن که والجهل داء قاتل و شفاؤه امران فی الترکیب متفقان. جهل یعنی نادانی دردی قاتل است. درد است، دردی گذراندن یک زکام نه، گریپ نه که یک 3 روز کسل شوید و با درست شوید. جهل درد قاتل است، کشنده است، لیکن شفا دارد. و شفاؤه امران فی الترکیب متفقان. شفای وی در یک دو کاری که به همدیگر مرکب علاقمندی دارند. چی است آن دو چیز؟ نص من القرآن او من سنت. شفاش نص از قرآن و نص از سنت است. یعنی نص قرآن و نص سنت، حجت از قرآن و سنت، این دو دوا هست، شفا هست. ولیکن و طبیب ذلك العالم الربانی، طبیب این دو دوا و شفا عالم ربانی هست. تا عالم طبیب معین نکند، خود این شفا بودگیش مردم نمیداند. قرآن و سنت هست، لیکن خود قرآن و سنت برای تعلیم مردم، برای راه راست رفتن مردم کفایتی نیست. اگر همین خیلی میشد الله تعالی پیغمبر نمیفرستاند، کتاب خودش رو نازل میکرد، کتاب خواند میگفت. بنابراین علما بعد پیغمبرها به مردم راهنما هستند. بعد مصنف رحمت الله علیه ابوبکر را تنقید کردند، گفتند که جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضیه ما عدلت. بسیار بیتی پرمضمون است. جعلت المال فوق العلم جهلا، از سبب نادانی مال را بر بالای علم گذاشتی، مال را از علم بالا دانستی. لعمرك، قسم به حیاتت، فی القضیه ما عدلت، در این مسئله عدالت نکردی. کلمه لعمرک در قرآن هم آمده است و در بعضی حدیث ها هم آمده است. ابن القیم هم در زاد المعاد در بعضی کتاباشون کلمه استفاده بردیم. علامه بکر ابوزید در کتاب معجم المناهی لفظیه این لفظ را آوردیم. بعضی علما گفتند که لفظی مشکل است، لعمرک لفظی مشکل است، ولولا ترکه، اولا اینکه ترک کنی گفتن، لیکن از قول شاعرها و علما برمیآید که استفاده کردن. فقط بعضی گفتن که این به معنای قسم نیست. گفتن جعلت المال فوق العلم جهلا، از سبب نادانیت مال را بالای علم گذاشتی، یعنی علم را اولا از مال ندانستی و عکسش دانستی. قسم که تو در این مسئله عدالت نکردی. گفتم اگر به کتاب مفتاح دار السعادت ابن القیم رحمت الله علیه نظر کنید، در آنجا 100 فرق علم از مال را ذکر کردن. یعنی از 100 جهت علم از مال بهتر است. مال برای شخصی صالح خوب است، مال چیزی خوب است. چخیلی که در درس گذشته گفتیم این دین مقدس اسلام هم به علم و هم به مال پیشرفتگی است. لیکن وقتی که در قیاس اگر مال را بالای علم مانی، در حقیقت در مسئله عدالت نکرده. ابن القیم از 100 جهت ذکر کرده، ما از آن جهت ها 10-12 را برای شما نقل میکنیم. گفتن که العلم یحرسک العلم یحرسک و انت تحرس المال. علم تو را محافظت میکند، مال را تو محافظت میکنی. یعنی فرض کردیم که در یک بیابان خواب کردید، یعنی مال را به یک جا به جا میکنید، پنهان میکنید که با راهزنها نبیاین نگیرن. در حالت خواب بودنتان کسی مثلا از سمکه شما نگیرد. اما علم شما رو محافظت میکنه. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، گوید هیچ چیز ضرر نمیرساند. اللهم اسلمت نفسی الیک و وجهت وجهی الیک و فوضت امری الیک، کارم به تو سپاریدم. و الجأت ظهری الیک، تخت پشت خودم را به سوی تو گذاشتم.
یعنی علم تو رو محافظت میکنه، توکل به الله میکنید خوب میکنید، علم شما رو محافظت میکند، لیکن مال رو شما محافظت میکنید. والمال تنقصه النفقه، مال رو نفقه کم میکند، یعنی ظاهرا کم میشود. اگر به خاطر الله باشد مال زیاد میشود، ولیکن ظاهرا کم میشه. اگر یک میلیاردر دنیا به تمام اهل زمین برایت همین خلو آنلاین مال خود را مثلا $10 اگر به این 8 میلیارد تقسیم کند، 80 میلیارد در یک دقیقه میرد. اگر $100 تیاد 800 میلیارد دلار تمام مال خودش میتوند در یک لحظه تقسیم کند. مالش نال میشد، صفر میشد. اما والعلم لا، علم نه. اگر برایت همین خیل به طریق آنلاین علم دهد 1 ساعت مثلا یا 10 ساعت، علم مانند چشمه هست که هر وقتا که از وی گرفت با جوشیدن او زیاد میشد. علم برعکس زیاد میشد، مستحکم میشد. سیومین فرقیتش العلم حاکم علی المال، علم بر بالای مال حاکم است. علم حکم میکند. یا آدم آمد گفت که 1000 دینار مرا فلانی گرفت، یا 1000 دینار از آن این است یا از آن من است، علم حکم میکند در بالای مال، و مال در بالای علم حکم نمی کند. و چهارمینش و محبت العلم دین، علم را دوست داشتن عبادت است. علم را دوست داشتن، در قرارت قلبتان دوست دارید. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کدام انسانی که دوست دارد و گوید در قرارت قلبش که کاش که من هم مانند فلانی علم می داشتم و آن علم را در بین مسلمان ها پهن می کردم، گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای وی مثل همان اجر است گفتند، ثواب می گیرد. برای همین محبتش، محبت علم دین است، لیکن محبت دنیا دین نیست، ثواب نیست محبت دنیا. ان العلم میراث الانبیاء والمال میراث الملوک والاغنیاء، علم میراث پیغمبران است، مال میراث پادشاه ها و بای ها هست. ششمینش ان صاحب المال اذا مات فارقه ماله، صاحب مال وقتی که از دنیا میگذرد مالش با او جدایی می افتد، بین مال و بین این آدم، مالاش نمیبرد قطع خودش. والعلم يدخل معه قبره، علم همراهی صاحبش به قبر می درآید، علم همراهی صاحبش به قبر می درآید و مال از صاحبانش بر می گردد. هفتمینش والمال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، مال برای مؤمن هم میشد، مؤمن های میلیاردر هستند، کافرها هم هست میلیاردر، و بر و فاجر، نکوکار و گناهگار صاحب مال هستند. والعلم النافع لا يحصل الا للمؤمنین، اما علم نافع فقط برای مؤمن ها داده می شود. هشتمینش ان العالم يحتاج الیه الملوک، به عالم پادشاه ها محتاج می شود، در نکاحش، در مسئله علاقمندی زن و شوهریش و در دیگر کارهایش و حتی روزی وفاتش کی برای او جنازه میگذارد. ملوک یعنی پادشاه ها به عالم ها محتاج هستند و غیر پادشاه هایم برای عالم همه محتاج میشد. و به صاحبان مال، آنهایی که پولدار هستند، فقط احتیاجمندها محتاج میشد، آنهایی که به پول در ماندیان. اما شخصای معتدل، شخصای پولدار، به آنها حاجت ندارد. نهمینش المال يدعوها الى الطغیان والفخر والخیلاء، مال صاحبش را به طغیان، از حد گذشتن، فخر، کبر دعوت میکنه. والعلم يدعوها الى التواضع والقيام بالعبودیه، علم صاحبش را به خاکساری و برپا داشتن عبادت، بندگی دعوت میکند. المال یستعبد محبه و صاحبه، مال حرکت میکند که دوست دارنده خود و دوست خودش را، یعنی صاحبش را، برای خودش غلام کند. میخواهد که مال
دوست دارنده خود را غلام خود قرار دهد. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تعیس عبد الدینار و درهم، هلاک شد بنده دینار و درهم. بنده گفتن بنده دینار و بنده درهم، یعنی هست شخصیت هایی که الهی وی پروردگاری وی دینار و درهم است. هلاک باد این خیل شخص ها که بنده پول و مال است، گفتن بنده دینار و درهم است. و علم یستعبده لربه، علم صاحبش را بنده الله تعالی میگرداند. فقط به یگانه پرستش کردن الله تعالی دعوت میکند. المال من جوهر البدن، سبحان الله، المال من جوهر البدن، مال از جوهر بدن است. فرق مال و علم رو ببینید. مال از جوهر بدن است، یعنی عنصر و مادهش ماده زمینی هست. و جوهر العلم من جنس جوهر روح، جوهر علم از جوهر روح است. کما قال یونس ابن حبیب، چطوری که یونس ابن حبیب گفتن علمک من روحک و مالک من بدنک، علمت از روحت هست و مالت از بدنت هست. مال انسان جنس بدنش است، علمش جنس روحش است و همه بزرگی شرافت و کرامت انسان به سبب بودن روح است. بودن وقتی که الله تعالی حضرت آدم را آفرید، امر نکرد فرشته ها را که به هیکل خالی آدم، جسم آدم سجده کنند. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من وقتی که این را ساختم و روح دادم، جان دادم، سپس شما سجده کنید. بعد اینکه الله تعالی روح داد، فرشته ها را گفت که اکنون سجده کنید. و روح که وقتی که از آدم می براید، بعد از آن به بالای خاک خوابانیده میشه. حالا یک کسل هم به بالای یک مترس خواب میکنید که یک مترس قریب 200-300 دلار است، یک ساعتش 100 دلار است، یک کرتش 100 دلار است مثلا. لیکن خود جسم انسان حساب کردین بعد مردنش آن موادهای شیمیایی که در بدن آدم است، همشه اگر حساب کنن 3-3.5 دلار نرخ داشته است جسم انسانیت. یک کسل اگر خبرگیری روید 50-60 دلار به خرید کرده میرید. یا آدم زندانی اگر زندان به خبرگیری روید 100 دلار 200 دلار به خرید کرده میرید. لیکن خود او 3 دلار قدر و ارزش دارد. وقتی که روح کی برامه همش شرف آدمیت، این همش به شرف جان آدمیت است. تنی آدمی شریف است به جان آدمیت. سبب این که ما همین تنی آدم بزرگ میشماریم احترام میکنیم به سبب روحش که برامد یک کفن خالی، جایگاهش هم دیگه یک خاک به زمین خالی، نه یک کرپه میاندازیم نه یک بالشت. دیگه روح که برامد دیگه ارزشش هم میبراید. بنابراین علمت از جنس روحت هست و اما مالت از جنس تنت هست. بعد مصنف گفتن که و بینهما بنص الوحی بون ستعلمه اذا طه قرأت، بین علم و بین مال بون است، یعنی مسافه بینهایت دور و دراز است. ستعلمه اذا طه قرأت، اگر سوره طه را خوانی میفهمی. گفتن الله تعالی در سوره طه و پیامبر صلی الله علیه و سلم سپارش داده است که وقل رب زدنی علم، ای پیغمبر بگو که پروردگارا علم مرا زیاده گردان. الله تعالی پیغمبر خود را امر و فرمان و سپارش نداد که از الله تعالی زیاد شوی چیزی را طلب کنن غیر علم. نگفت که پروردگار عمر مرا زیاد کن، نگفت که پروردگار فرزندان مرا زیاد کن، نگفت که مال مرا زیاد کن، گفت که رب زدنی علم. ای محمد، ای پیروان محمد صلی الله علیه وسلم بگویید رب زدنی علما، پروردگار علم مرا زیاده گردان. انا همین دلالت بی نهایت صریح به فضل علم میکند که زیاد شویش را ما وظیفه دار هستیم که از الله تعالی پرسیم. در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.